معلم ها کوشش کنید به فرزندان مسلمان ها به اخلاص علم آموزانید و مردم را از دین خود دور نکنید و هیچگاه تنقید دین نکنید که این عمل کفر است و هیچگاه علم دنیا ضد علم دین نیست، علم دین ضد علم دنیا نیست، هر دو یکدیگر را مکمل میکند. علم دنیا خدمتگار قرآن است، هر یک علم زیر یک آیت قرآن می درآید. ما میتونیم چندین مثال ها ذکر کنیم. خود این نام سوره ها را یا مراتب نگاه کنید. سوره حدید، سوره آهن. آهن، دانستن آهن، کیفیتش، اصل خلقت و آفریده شدنش، چی وظیفه ها را اجرا میکند، در چند گرادوس آب میشود مثلا، اینا علم دنیا هست. الله تعالی نام یک سوره سوره حدید مانده است. یک سوره به نام شمس است، آفتاب. یک سوره به نام قمر است، ماهتاب. یک سوره به نام شب است، لیل. خلاصه به نام آفتاب است. یعنی اگر همین نام سوره ها را هم گیرید، شریعت جدا نکرده است. همش نام های دینی نیست، همه نام 114 سوره ها. مثلا بله سوره توبه، نام سوره سوره توبه هست، این نام دینی هست، اصطلاح دینی. یا منافقون، سوره منافقون این اصطلاح دینی است. یا سوره محمد صلی الله علیه وسلم به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. سوره ابراهیم به نام حضرت ابراهیم، اینا بله آیید دینی هست. یا سوره انبیا، پیغمبرها. لیکن مثلا سوره نحل گیرید، زنبور عسل، دین است یا دنیا؟ دنیا هست. نمل، مرچه ها، 100% علمی دنیا هست. انعام، چارپاها. خلاصه کلام این است که برادرای عزیز، علم آموزیدان هایی که آموزگار هستند به طلبه ها ظلم نکنید. به طلبه ها علمی که تعلیم میدهید ساده آسان فهما کرده تعلیم دهید. آن علمی که تعلیم میدهید آن علم را خوشرو فهمانید. محبت همان علمی که درس میدهید در دل طلبه، یعنی کوشش کنید جای کنید، یعنی حرکت کنید به طلبه ها این علم را محبوب کرده نشان دهید. برای اون که از تجربه معلوم است که بعضی طلبه ها واقعا ملکه خوب داشتن، ذهنی تیز داشتن، فهمی خوب داشتن، ولی از سبب اون که مدرس را بد دیدن، معلم را بد دیدن، از سبب اخلاقی بدش یا از دیگر جهت صفاتش بد دیدن مدرس را، همون فن هم بد دیدن، از خودش هم و از فنش هم بیزار هسته، مفته ترک کردن. ولی این کار خطا هست، ولی که شما سبب میشید. حرکت کنید برای طلبه ها، یعنی علم را در بهترین صورت تعلیم دهید. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله اعلم.